بسم الله الرحمن الرحیم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. خوب است، اما اینجا نصبش کنید. خوب است. مراقب باشید. چه میکنید؟ این چه وضعی است؟ خدا چه میکنید؟ پس مسیحتان کجا؟ چرا به یاریتان نمی‌آید؟ اینها را از کجا دستگیر کردند؟ ای قاتلان اولیاء و پیامبران خدا. آرام باش یوانوس، آرام باش. باید دندان بر جگر بگذاریم و صبر کنیم. چاره ای نیست. چاره ای نیست؟ الان میگویم چاره اصلا نیست. چه خبر است یوانوس؟ دست نگه دار. مگر نمیبینی این چاپلوسان چگونه در مرگ و اسارت همکیشان و برادران ما پای کوبی میکنند؟ چرا میبینی؟ گمان میکنی فقط خودت میبینی؟ آرام باش. باید چاره دیگر جستجو کرد.
وای که چقدر خوشحالم. او هم خوشحالم. بله اینطوری هست. پس بهتر است با هم کاری کنیم. کامتون جانم. خوب جانم. چه شده کمرت چرا تکون بخور بجام تکون بخور زودتر برو تکون بخور با من بیایید. اینها همه دستور جولیوس است، نه دیوکلتیانوس. چه فرقی میکند؟ من امروز یا کشته میشوم یا جلوی کشتار بیرحمانه دست جمعی مسیحیان را میگیرم. باشد، قبول. من هم قبول دارم، قبول. اگر به قیمت کشتن جولیوس و دیوکلتیانوس هم تمام شده، جلوی این جنایت را میگیریم. اما دوستان، فعلا بهتر است از مسیحیان سخن نگوییم. ما کارگر میخواهیم. اجرای دستورات جناب دیوکلتیانوس هم بدون کارگر نمی شود. درست است و بیشتر کارگران هم مسیحی هستند. فکر خوبی است. آری برویم. خب که اینطور عالی جنابان مشاورین، اگر جهت اعتراض به رکود کارها آمده اید، پیشتر از این عالی جنابان شنیدم. درست است عالی جناب. ما نیز به همین دلیل خدمت رسیده ایم. خب به نظر شما چه عاملی باعث رکود کارها شده است؟ جناب دیوکلتیانوس برای آمفی‌تئاتر تعدادی مسیحی میخواستند یا همه کارگران شهر را؟ جناب ماکسیمیلیانوس چه فرقی میکند؟ عالی جناب، بیشترین مرمت و بازسازی معابد را کارگرانی انجام میدهند که به جرم مسیحی بودن دستگیر میشوند. نصب مجسمه امپراتور در میانه میدان نیمه کاره رها شده، چرا که جناب جولیوس تصمیم به دستگیری کارگران گرفتند. ببخشید عالی جنابان، دلیل این همه نگرانی و التهاب شما فقط همین است یا اینکه دلایل دیگری در کار است؟ شما همیشه پا را از محدوده خود فراتر میگذارید. مواظب زبانتان باشید. من تلخی نیش تهمت را خوب میفهمم، اما خوب تحمل نمی کنم. مشاورین مرا ببینید. به جای آماده سازی شهر چنگ و دندان به هم نشان میدهند. به نظر عالی جناب، آیا مرمت و بازسازی شهر بدون نیروی انسانی لازم ممکن است؟ جولیوس، به کارگرانی که در حال آماده سازی شهر مشغول هستند فعلا کاری نداشته باشید تا بعد. ولی عالی جناب، شما دلیل دستگیری آنان را خوب میدانید. من به دنبال آدونیه هستم. میدانم. تو میخواهی به خاطر یک نفر یک شهر را قتل عام کنی؟ من چگونه میتوانم ثابت کنم؟ بس است! کافیست جولیوس، کافیست! چند روز دیگر امپراتور از راه میرسد، آن وقت شما مشغول نزاع با یکدیگر هستید. بروید سر کارهایتان، بروید!
بروید. ماکسیمیلیان. ماکسیمیلیان، هویت تو برای همیشه پنهان نمیماند. یک روز ثابت خواهم کرد که اشرافزاده بزرگ روم دیگر ژوپیتر را نمیپرستد. آن روز استخوان‌های رومولوس از این خبر در قبر خواهد لرزید. میگویند رومولوس با شیر گرگ بزرگ شده، ولی به گمانم تو را با زهر افعی پروراندند. و جناب ماکسیمیلیان یک روز زهر این افعی را خواهند چشید. من هم منتظر آن روز خواهم بود. آیا از ما برای جناب جولیوس کمکی ساخته است؟ کجا میرید ببینم؟ کجا خانید؟ آها، یادم خوب است مراقب باشید. خوب است یه خورده جلوتر. خوب است. آرام به چرخانی نیستم. کجا ممنوش. آرام مراقب مجسمه امپراتور باشید. آرام به چرخانی در قانه را. خوب است. آرام خوب است. مراقب باشید. مراقب مجسمه باشید و سکون نکنم. خوب است. هم قانه را آرام بچشید بالا. آرام بچشید بالا. محکم بگید. بچشید بالا. خوب است. آیه‌هایش را مراقب باش. ای تو مراقب باش. مواظب باشید. خوب است. آرام. نقاله را آرام بیارید. آهای احتیاط کنید. مواظب باشید مجسمه امپراتور را زخمی نکنید. خوب است. آرام. تو گمان میکنی که دیوکلتیانوس سخنان جولیوس را در مورد هلن و ماکسیمیلیان باور نکرده؟ جولیوس با سوء نظر به بانو هلن اعتبار خود را در نزد دیوکلتیانوس از دست داده، وگرنه با اطلاعاتی که او دارد باید تا به حال ماکسیمیلیان و هلن را نابود کرده باشد. ضمناً دیوکلتیانوس از جاه طلبی و تلاش جولیوس برای کسب قدرت بیشتر آگاه است و همین موجب شده که به سخنان جولیوس چندان اهمیت ندهد. جولیوس برای تحکیم قدرت خود نزد دیوکلتیانوس قصد تصاحب هلن را دارد و بیشک برای رسیدن به این امر دست از تلاش بر نخواهد داشت. و اگر به دیوکلتیانوس ثابت شود که دختر و دامادش خدایان روم را پرستش نمی کنند و خدای یگانه را می پرستند، لحظه‌ای در نابودی آنان شک نخواهد کرد. خیلی باید احتیاط کرد. فراموش نکن هر اتفاقی که برای آنان بیفتد برای ما نیز خواهد افتاد. من که هر لحظه منتظر حادثه ای هستم. برها فقط باید خوب است. بیاریدشان.
بیاریدشان. بیستید بیستید. او مسیحی است. دستگیرش کنید. دستگیرش کنید. رهایش کنید. رهایش کنید. او دروغ میگوید. رهایش کنید. دست نگه دارید. چه میکنید؟ صبر کنید. این کارگر رو کجا میبرید؟ رهایش کنید. قربانت کردم. سرم به فدایت. او یک مسیحی است. از کجا فهمیدید؟ عالی جناب، یوشع از مأمورین جناب جولیوس است. او مسیحیان را خوب میشناسد. اینجا فعلا به او احتیاج است. او کارگر قابلی است. رهایش کنید تا بعد. سپاسگزارم. برو. با اجازه برویم. یاریدشان. ای کاش برای آنها هم میتوانستیم کاری انجام دهیم. تا کی باید این وضع را تحمل کنیم؟ تا کی؟ انسان برترین موجود خلقت باید چون وحوش جنگل برای حفظ جان خویش جنگاوری و درنده خویی را بیاموزد. رموز جنگاوری را خوب بیاموزید که در حکومت ستم قوی تر چند صباحی بیشتر زندگی کنید. برای مراسم در برابر امپراتور آماده کنید، نه اینکه هم دیگر را بنوازید. زخمی کردن یکدیگر بپرهیزید. آرامتر هم میشود مبارزه. آنها را کجا میبرید؟ درشتهایش را برای رزم گلادیاتوری و ریزهایش را برای قفس شیرها. نمایش زیبایی خواهد شد. البته میدانید که امپراتور تفریح میخواهد بانوی من. نفرین بر امپراتور. یعنی ما باید بنشینیم و شاهد قتل عام دست جمعی همکیشانمان باشیم؟ آن هم به این وسعت و گستردگی؟ امروز برای همین نزد دیوکلتیانوس رفته بودیم. در نهایت تصمیم بر این شد با مسیحیانی که به تعمیر اماکن و معابد مشغولن کاری نداشته باشند. همین؟ پس دیگر مسیحیان چه؟ آنها را نباید به حساب آورد؟ ما امروز در حضور دیوکلتیانوس بودیم و با جولیوس نیز بر سر این ماجرا مشاجره کردیم. ذهن پدرتان نسبت به ما حساس شده. بله، فقط یک مشاجره دیگر شک او را نسبت به موحد بودن ما و رابطه من با مسیحیان مبدل به یقین خواهد کرد و این همان چیزی است که جولیوس می‌خواهد. اگر اجازه دهید من پیش دیوکلتیانوس میروم. در نهایت اگر کشته هم بشوم
بهتر از این وضعیت است. باید دید با مرگ مشکلی حل می شود یا نه. این آخرین تیر ترکش باید به هدف بنشیند، وگرنه ما زیان کرده ایم. ببخشید علی جناب، فکر نمی کنید با وجود این همه مسیحی می توان حکومت دیوکلتیانوس را سرنگون کرد؟ مشکل اصلی که دیوکلتیانوس نیست، امپراتور است. خب امپراتور؟ شما که می توانید. چرا امپراتور را نمی کشیم؟ گیرم که او را کشتیم. روم که هنوز پابرجاست. حتی اگر حکومت روم هم تغییر کند بیفاید است. تا زمانی که در ذهن این مردم امپراتور خداست و خدایان حافظ قدرت امپراتور، 1000 امپراتور اگر سقوط کند، این مردم امپراتوری دیگر برخواهند گزید. در ثانی، از کجا که مرگ امپراتور منجر به مرگ بسیاری از همکیشانمان نشود؟ نه سرنگونی روم دیگر کار ما نیست. خب پس چه کنیم؟ آیا چاره کار سکوت و سکون است؟ نه، سکوت و سکون راه چاره نیست. من به دنبال راه چاره‌ای هستم که بتواند ابتدا تفکر این مردم را اصلاح کند. در آن صورت امپراتور خود به خود نابود خواهد شد. این هم که از محالت است. نه، قطعا راهی هست، اما آن راه چیست؟ باید از خداوند مدد جست. باید تا پیدا کردن راه حلی مناسب صبور بود و حفظ ظاهر کرد. شب بخیر بانو. شب بخیر. شب بخیر بانو هلن. شب بخیر. از شما میخواهم در این مدت خوب بیاندیشید. شاید راه و چاره‌ای پیدا کردید. مسیحیان در تنگنای وحشتناکی قرار گرفتند. باشد، حتما. فردا شما را خواهم دید. تا فردا. بدانند خدایان سنگی و بیجان قابل ستایش نیستند. باید بدانند که خدای آنها زنده و تواناست. آنها باید بدانند که امپراتور هم انسانی است همانند خود آنها. این از بیخبری مردم است که امپراتور خود را در زمین خدا می‌دانند. مردم اگر از ضعف امپراتور آگاه شوند، بیشک به جستجوی خداوند یگانه پرداخته تو را خواهند شناخت. خداوندا، چگونه این مردم را آگاه کنم؟ چگونه؟
دیشب عالی جناب خواب را بر خود حرام کردند. چه جایی خواب است؟ ای کاش می توانستم بخوابم. گالوس، بس به مرا زین کن. میخواهم به غار بروم. لباس و شمشیر هم؟ آره. اطاعت عالی جناب. با کمی توشه را. باز هم برای عبادت همون جای همیشگی؟ ما نباید بدانیم عبادتگاه شما کجاست؟ چه فرقی می کند؟ خب همین نزدیکی ها. قبل از ورود امپراتور باید از درگاه خداوند راه چاره ای بجویم. اگر دیوکلتیانوس جویای شما شد چه بگویم؟ خب بگو برای سرکشی رعایا و اطراف شهر رفته است. عالی جناب، بفرمایید. ممنونم. پسرم، در نبود من مواظب مادرت باش. باشه؟ باشه. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ گالوس. خدا نگهدار. مراقب خودتان باشید عالی جناب. در این موقعیت خطرناک لازم بود بروند؟ نمیدانم. چنگ البن کوزه در اندازه ها. کوزه های زیبا. یکی دیگه شیرین هست. برو من بخر نیست. تو بخرش هستی؟ من مطمئنم این یهودی برای جولیوس جاسوسی می کند. در تعقیب ماکسیمیلیان است.
حق پیامبرت عیسی و مادرش مریم از خطاهایم چشم بپوش. دریای جرایمم را نادیده بگیر، وگرنه از خطاکاران خواهم بود. خداوندا، اینک تردید سراپای وجودم را فرا گرفته است. چگونه عمل کنم؟ باز هم سکوت؟ یا راه دیگری هم هست؟ خدایا، راهی را که میپسندی به ما الهام فرما. تا کنون تو از من و دوستانم دستگیری کرده ای، از این پس نیز رحمتت را از ما دریغ نفرما. خداوندا، ظالمان بر همه امور مسلطند. این شوکت قدرت را کی و چگونه منهدم خواهی کرد؟ الهی، تو نصرت صالحان را به ما وعده کرده ای. نشان بده. مراقب باشید. آهسته آهسته. من آدم شکیبایی نیستم. فعلا چاره جز آی با تو هستم. داربست را آنجا بگذارید. برای انجام یک کار از این فکر و اراده عظیم لازم است. جاسوس جولیوس آمد. وینیسیوس، ببین میتوانی سر از کارش در بیاوری؟ آهای، با تو هستم. بیست. با من قربان؟ بله، با تو. ولی قربانت کردم، من کار دارم. پس تو میخواهی به فرمان من بی‌توجهی کنی ها؟ من نه قربان، من اول متوجه نشدم. من دیدم که تو به دنبال مکسیمیلیان بودی. خیر قربان، برای انجام کاری به بیرون شهر رفته بودم. این کار فایده ای ندارد. ما هم در صدد اثبات خیانت مکسیمیلیان هستیم. قطعا تو هم برای همین کار رفته بودی. میدانید قربان، من در حقیقت از طرف جناب جولیوس مأمورم که او را دنبال کنم. تو میتوانی به جای یک پاداش از 2 جا پاداش دریافت کنی. چه اشکالی دارد؟ اشکال که ندارد قربان. میگویم قربان، او را تا کوه آنجلوس تعقیب کردم. آنجلوس؟ بله، کوهی در نزدیکی فیلادلفیا. او به درون یک غار رفت. قربان، من با این گوشهای خودم شنیدم که او از مسیح سخن میگفت. دعا میخواند و از میتوانم بگویم؟ آرام سخن بگو. او چه میگفت؟ از خداوندی یکتا. آرام باش. مسیحیان همه جا هستند. اگر به او خبر برسد، هم جان تو در خطر قرار میگیرد و هم پرنده از قفس خواهد پرید. خب حال شما میگویید باید چه کرد؟ آرام تر سخن بگو مرد. به احتمال زیاد
خبرهایی دارد. آری او میتواند خطرناک باشد. یعنی جناب مکسیمیلیان میگریزد. با خبرهایی که ما داریم معلوم است که او جایی برای ماندن ندارد. مگر شما هم خبرهایی دارید؟ آنچه که من میدانم 1001 را هم تو و اربابت جولیوس نمیدانید. منتها من جرأت درگیری با مکسیمیلیان را ندارم. میدانی که او داماد دیوکلتیانوس و مشاور مخصوص اوست و هم در روم جایگاه محکمی دارد. تنها کسی که میتواند با او درگیر شود جناب جولیوس میباشد که همتراز اوست. خب پس چرا اینها را به جناب جولیوس نمیگویید؟ شما نباید به اینها رحم کنید قربان. آن وقت شما فردا نمیگویید بیا و شهادت بده؟ نه، آدم عاقل برای خود درد سر درست نمی کند. خب به من بگویید. من جناب جولیوس را در جریان میگذارم. به یک شرط، نگویی از که شنیدی. قول میدهم عالی جناب، قول میدهم. بسیار خوب. اینجا نمیتوان سخن گفت. اسبت را سوار شو و به دنبال من بیا. سرباز، اسب مرا بیاور. چرا اسبت را سوار نمیشوی مرد؟